یکی از داستان‌های جذاب و جالبی که ما از دوران کودکی با اون شب‌ها خوابمون برد، داستان‌های جذاب از پری دریایی بوده. از قصه گرفته تا کتاب‌ها و انیمیشن‌های کارتونی، همگی تصویری رویایی و مرموز از این موجود را در ذهن ما به وجود آوردند. وقتی هم که بزرگتر شدیم، طبیعتاً متوجه شدیم که این موجود افسانه‌ای یعنی پری دریایی، وجودش در سراسر دنیا در حاله از ابهام قرار گرفته. اما به تازگی خبری در سایت‌های علمی معتبر منتشر شده که فسیل پری دریایی را پیدا کردند. پس برای شنیدن واقعیت پری دریایی تا آخر ویدیو با من باش. فسیل خشک شده این پری دریایی در آب‌های آمریکا خیلی وقت پیش کشف شده. البته تا مدتی فسیل این پری دریایی را به عنوان میمون ماهی ژاپنی در موضع به نمایش گذاشته بودند. اما زمانی که به ظاهر این میمون ماهی ژاپنی توجه بیشتری شد، فرضیه ماهی بودن آن در ابهام فرو رفت. اسم این پری دریایی را مرمن گذاشتند. مرمن را البته در سال 1982 میلادی از مؤسسه‌ای که در آن قرار داشت به موزه هورنیمان منتقل کردند. محققان پس از انجام آزمایشات بسیار دقیقی که روی فسیل این پری دریایی که برخلاف تصورات ما از پریهای دریایی اصلاً زیبا یا فریبنده نیست، به این نتیجه رسیدند که تاریخ مرگ این پری دریایی به سال 1886 میلادی برمیگرده. برخی معتقدند که فسیل پری دریایی در مابین قرون 19 و 20 ممکنه دزدیده شده باشه و یا پنهانش کرده بودند، اون هم توسط افرادی که نیت و انگیزه آنها معلوم نیست. محققان با اولین مشاهداتشان روی این میمون ماهی ژاپنی به این نتیجه رسیدند که این موجود به خاطر دارا بودن دم، فلس و برخی از مشخصات ماهی‌ها نمیتواند صرفاً از خانواده ماهی‌ها باشد. نمونه‌گیری‌های مختلف از دندان و فک این موجود دانشمندان را از فرضیه میمون ماهی بودن آن دورتر می‌ساخت. برای بررسی‌های بیشتر ترتیبی داده شد تا این موجود را به لندن برده تا با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته ایکس ری بر روی آن آزمایشات مختلفی صورت بگیرد. نتیجه آزمایشات نشان داد که این موجود در واقع همان رویای فریبنده کودکی‌های همه ما انسان‌ها، یعنی این پری دریایی بوده و این موجود چیزی فراتر از یک میمون ماهی ژاپنی است. پری دریایی‌ها در افسانه‌ها به این صورت تصویر شدند که در کنار ساحل دریا می‌ایستند و با یک دست در حال شانه کردن موهای بلندشان و در دست دیگرشان آینه‌ای را نگه داشتند. پری دریایی‌ها در اغلب موارد به پیشگویی اتفاقات آینده می‌پردازند. در افسانه‌ها آمده که پری دریایی‌ها نیروهای فراطبیعی خود را به انسان‌ها می‌بخشیدند و گاهی عاشق انسان‌ها هم می‌شدند و آنها را با خود به قعر آب‌ها می‌بردند و یا اینکه آنها مردان جوان را فریب می‌دهند تا به خانه آنها که در اعماق دریاست بروند و این گونه باعث مرگ آنها می‌شوند. پریان دریا از این نظر با افسانه یونانی سیرن شباهت دارند. سیرن موجودی با بدن پرنده و سر یک زن است که ملوانان را با آوازهای احساس برانگیز خود طلسم می‌کند و به کام مرگ می‌کشاند. معمولاً پریهای دریایی دارای ظاهری فریبنده و باطنی بدیوم و بدشگون معرفی شدند. آواز آنها هم مثل سیرن باعث سحر و جادو می‌شده و افراد را در دریا غرق می‌کردند و یا ناراحتی آنها منجر به طوفان می‌شده. یا در دیگر اساطیر یونان پری دریایی نیمی زن و نیمی پرنده، او ملوانها را با آواز خود مسحور می‌کرد و پس از آنکه کشتی‌هایشان را به صخره‌های ساحلی می‌کوبید و غرق می‌کرد، آنها را می‌خورد. اودیسوس یا اودیسه به توصیه سیرسه ساحره پس از گذاشتن موم در گوش همراهانش خود را به دکل کشتی بست تا از شنیدن صدای او آسیب نبینند. وقتی که آرگونات‌ها از آن منطقه می‌گذشتند، افسون صدای اورفئوس از همراهان یاسون بیشتر از صدای سیرن‌ها بود و آنان به سلامت گذشتند. پریهای دریایی که از این اتفاق خشمگین شده بودند، خود را به دریا انداختند و به تخت سنگ تبدیل شدند. هانس کریستین اندرسون، پدر افسانه‌های ملی دانمارک و خالق ماندگارترین افسانه‌های عامیانه، در سال 1836 میلادی داستان محبوب پری دریایی کوچولو را نوشته. در داستان خود نسبت به پریان دریایی نگاه مثبتی دارد و در داستان خود میگوید که پریان دریایی مشکلی با انسانها ندارند، بلکه آنها فراموش میکنند که انسانها نمیتوانند در زیر آبها نفس بکشند
در حالی که بسیاری از مردم معتقدند که پریهای دریایی از روی کینه و دشمنی انسانها را به قعر دریا دعوت می‌کنند. کشورهای مختلف در سراسر جهان عقاید مختلفی درباره این موجود دارند. ژاپنی‌ها میگن که خوردن گوشت آنها موجب جاودانگی می‌شود. اروپایی‌ها میگن که پری دریایی‌ها میتونن آرزوی انسان‌ها را برآورده کنند. در ایران باستان با آدم آبی یا همان پریهای دریایی ایرانی که به این نام خوانده می‌شدند روبرو میشیم. حمدالله مصطفی در بخش جانورشناسی از پدیده‌ای به نام آدم آبی نام میبرد. او آدم‌های آبی را جدا از انسان‌ها ولی شبیه به انسان دانسته. به گفته مصطفی آدم‌های آبی از لحاظ بدنی از انسان‌ها کوچکتر هستند و دم هم دارند. آنها پا ندارند و در عوض دارای اندامی ماهیگونه هستند. از لحاظ صورت شباهت‌هایی به انسان‌ها دارند و مردم دیدار آنها را موجب خوششانسی خود می‌دانستند. دانشمندان در نهایت توانستند ساختار واقعی یک پری دریایی میمونی مومیایی شده عجیب و غریب را مشاهده کنند. مومیایی دیگر کشف شده که ظاهری شبیه به پری دریایی و میمون دارد، در مجموع دارای 30 سانتی متر طول است و بدنش از یک تنه خزدار شبیه به پستاندارها، یک دم ماهی فرسدار به اضافه 2 دست انسان مانند و همینطور دندانهای ریز و نوک‌تیز تشکیل شده است. در فولکلور ژاپنی موجوداتی نیمه انسان و نیمه ماهی با دهانی شبیه به میمون نینگو نام دارند. گرچه کمتر از پری دریایی غربی جذابند، اما همانقدر افسانه و داستان پیرامونشان وجود دارد. یک یادداشت دست‌نویس که در داخل جعبه چوبی همراه این مومیایی عجیب وجود دارد، نشان می‌دهد که این موجود در حدود سال 1740 در سواحل کوچی امروز پیدا شده. از فوریه 2022 دانشمندان دانشگاه علوم و هنر کوارشیکی با معبد همکاری می‌کنند تا از ماهیت واقعی این موجود عجیب و غریب سر در بیاورند. آنها فاش کردند که این موجود فریب حقه یا اثر هنری هرچه که هست حیوان نیست و مصنوع انسان است. محققان در پایان میگویند بدن این پری دریایی مومیایی شده با پوست یک جور ماهی پوشیده شده و قسمت بالایی بدن از پارچه و کاغذ ساخته شده. این از کاغذ چند لایه و پوست ماهی پف کرده با پنبه و سایر مواد پرکننده و ماده گچ مانند به عنوان پایه ساخته شده و متعلق به اواخر دهه 1800 می باشد. اینکه چگونه این موجود به معبد را پیدا کرده هنوز یک راز است. این پری دریایی به خانه‌اش بازگردانده شد و به دست اهالی معبد سپرده شد. کریستوف کلمب، ریچارد ویتبورن و هنری هاتسون ادعا می‌کنند که در سفرهای دریایی خود پریان دریایی را دیدند. داستان گلنار دریایی 1001 شب هم داستان یک پری دریایی است. در تمدن اغریقی و یونان باستان پریان دریا در قعر دریا زندگی می‌کنند و برخی از آنها با داشتن بال از قدرت پرواز هم برخوردارند. و در آخر بعضی‌ها هم منشأ پری دریایی را ملکی بزرگ آتارگاتیس می‌دانند. آتارگاتیس عاشق یک چوپان زمینی میشه و بدون اینکه بخواد اونو به قتل میرسونه. آتارگاتیس شرمسار از آنچه انجام داده خود را درون دریا پرتاب میکنه تا تبدیل به ماهی بشه. اما آبها نمیتونن زیبایی اساطیری و اله وارش رو پنهان کنن. به این ترتیب اونو به شکل یک پری دریایی با بالاتنه انسان و پایین تنه‌ای به شکل ماهی در میآورن. و در آخر امیدوارم که پری دریایی هم یک روزی به واقعیت بپیوندد. چون به هر حال هرچه باشن از انسان‌ها که خطرناکتر نیستن. موافقید با من؟ اگه این ویدیو هم دوست داشتید سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره.